عزیز فرصت تماشای هنر پهلوان تاجیک در صحنه رقابت‌های گرند اسلم قزان در تاتارستان فدراسیون روسیه فرا رسید. پهلوان ما از سمت راست تصویرها با جداگی یا همان لباس‌های کبود به صحنه رقابت میبراید. شهباز سید ابرارов ورزشگر 21 ساله در برابر لوپس رودریگو کوستا ورزشگر 24 ساله از پرتغالیا. ما درخشندگی یا جهش سید ابرارov رو در دو گرند اسلم قبلی با هم مشاهده کرده بودیم دوستان عزیز. همان فرم قبلیش اگر پای برجا باشد امیدوار هستیم که امروز هم در همین صحنه رقابت ها تابان ظاهر شود. ورزشگر پرتغالیا او نیز یکی از ورزشگران نوکار هست، تجربهش چندان زیاد نیست. ببینید ولی با این شکل اجرای اصول کرد که موفقیت آمیز نبود. ضد حمله شهباز هم بسیار با مورد بود یا همون دفاع از حرکات حریف. داور مرکز از کره جنوبی لیسیون این آزمایی را داوری میکند. شهباز هم فرصتی گرفتن یا موقع برای پرتاب کردن همان اصول های مورد نظرش را جویا می شود. و ببینید دفاعی بسیار خوب داشت با این حرکات پرتابی سراپای ورزشگر پرتغالیا لوپس و با سبب کمکاری با شهباز یک کارد زرد جزا یا همون شید میدهند که در لحظه های اول این چندان احساس خطر ندارد، ولی به هر حال اکنون موقع قپیدن خوب منطقه یاد داره. و ببینید از دو آستین حریف هم قپیده اجرای اصول کرد شهباز، ولی در یک رقابتی که برای به دست آوردن مدال برنجی داشته بود با ورزشگر مجارستانی در آن گرند اسلم تیفلیس بسیار خوشایند بود همان عملکرد پرتابی. ببینید یک پای دیگری از همان روش‌های پرتابی در بخش تاچی وزه یا سراپا اجرا کردن همان اصول ها. هر دو نیز پای و پای استفاده میکنند. و با سبب خطا گرفتن یک کارد زرد دیگر با لوپس از نظر داشتن کارت‌های زرد نتیجه برابر می شود. شهباز هم طرفی مورد نظرش را با استفاده از فنون سراپا دو مرتبه جهد و تلاش کرد، اگرچه موفقیت آمیز نبود و داور مرکز هم دستور شروع رقابت میدهد. شهباز سید ابرارov که از 3 اشتراک در رقابت های سیر جهانی جدا یا تور جهانی جدا یک نشان برنجی و یک زینه پنجم دارد. تا آخر همین حرکت را میرساند، یک وزری کار میکرد، ولی سرعت کشیدن یا کنترل دست راست حریف با دست چپش چندان زیاد نبود، وگرنه امکانیت گرفتن یک وزری را داشت. 1.5 دقیقه کمتر تا انجام وقتی اساسی باقی مانده است. شهباز سید ابرارov دارنده نشان برنجی گرند اسلم تیفلیس در سرزمین مبارزان توانسته که یک نشان خاطرمان به گردن آویزد. بسیار باریز و چابک در عین گرفتن یا همون بخش قپیدن به نظر می رسد و این حرکات حریف را شاید خلاف قاعده بها گذاری کرد یا مشاهده کرد. یکی از بخش های بسیار مهم همین گرفتن یا قپیدن هست و ببینید با چه سادگی اجرای اصول فنونی سراپا کرد. لوپس
چون نسبتاً قامتی بلندتر دارد میتواند از مسافه دور اجرای فنونی سر و پا کند از سمت بیرون. ولی سعید ابرارов در برابر قامت بلندها نیز تجربه خوب انداخته. قسمت گریبان را اکنون جویا می شود از جفت گریبان حریف و یک فندی خوب هم به نتیجه. ولی داور اشاره می کند که این فالشتک یا همون هجوم دروغین بود. و باز هم با سبب داشتن یا همون کمیکت نادرست از دست حریف یک شیدای دیگر به لوپز رودریگز به همین ترتیب از نظر کارت های زرد جزا نتیجه برابر است. این هم ثانیه های پایانی هم به انجام رسند. گلدن سکو در رقابت اول 4 دقیقه غالب رو معین نکرد برای شهباز و گلدن سکو اکنون یک اجرای اصول یا یک فن پرتابی تقدیر غالب را روشن خواهد کرد و این هم یک تومای نگی با سرعت بود ولی دفاع لوپز هم به مورد به نظر می رسید و به نظر می رسد که اینجا رکشی در پای شهباز باشد و خوشبختانه اونیز میتواند شکل معالجه اولیه که در حال رکشی پای چی کار کند. اینجا هجوم دروغین از سوی ورزشگر پرتغالیا سر زد. صورت سیومین شیدا شهباز هم میتواند به دور بعدی رود. اینجا اگر اجرای اصول کند حرکت پس احتمالیت شیدا به حریف او دارد. اما داور مرکز چی اشاره میکنه؟ نه اشاره جابجا گذاری لباس ها کرد که این در گلدن سکو در حالی که هر دو ورزشگر دو کارت زرد دارند این یکم خطرناک است. اما باز هم به شهباز نگاه میکند داور مرکز. فالشتک یا هجوم دروغین. این خلاصه داور مرکز بعد از قضاوت داوران کناری بود. شاید طرفگیری سر زده باشد چون که از سوی شهباز اینجا هیچ عمل دروغین نبود ولی قضاوت داوران اینجا به این حال آورد. در راوند اول متاسفانه شهباز سعید ابرارov در